آدم فضایی ها همشون پیشونی درازی دارن. 76 سال پیش تو سال 1947 یه شیء نورانی با سرعت خیلی زیاد به شهر رازول آمریکا برخورد میکنه. بعد این حادثه یه افسر اطلاعاتی از سوی دولت آمریکا مسئول بازجویی و پیگیری پرونده شد. دولت آمریکا یک بشقاب پرنده ثابت شده و چند تا جسد از اونجا بیرون آورده بود. گلن دنیس مسئول کشف و دفن سازمان سیا بود. داره به انگلیس انتقال داده شد و دیگه هیچ وقت ازش خبری پیدا نشد. اولیش 29 شهریور ماه سال 1355 در تهران بود. آدم فضایی ها کلن هر چیزی که بیرون از محوطه زمین باشه و جان داشته باشه فضای تفکیک میشه. کلن یعنی فضا محیط بیرون از زمین هستش. هر چیزی که بیرون از محیط زمین باشه به اسم فضایی ما میشناسیمش. مثلا زباله فضایی، آدم فضایی یا سیگنال فضایی. کلا هر چیزی که خارج محوطه زمین باشه بهش میگیم فضایی. حالا آدم فضایی ها بحثیه که این روزا خیلی سر زبون هست و ما میخوام راجبش باهاتون صحبت کنیم. شکل آدم فضایی ها تحت عنوان اون عکس‌ها و گرافیک هایی که به دست اون رسیده همشون پیشونی درازی دارن، گونه های بیرون زده ای هم دارن و فک های کوتاه و کوچیکی هم دارن. چشاشون مثل لنز دوربین بزرگن و سرشون هم گنده است و طبق روانشناسی نگاه هر کی اولین بار به این تصویر نگاه کنه میفهمه که این فرد باهوشه. چرا؟ چون اینجاش بزرگه این ناحیه‌اش و مغزش هم به تب بزرگه و هر کی مغزش بزرگتر باشه طبق چیزی که باب شده اون 100% باهوش‌تره. و اما بریم ببینیم شروع ماجرا از کجا بود. 76 سال پیش تو سال 1947 یه شیء نورانی با سرعت خیلی زیاد به شهر رازول آمریکا برخورد میکنه. رازول یه شهر کوچیکه که تعداد مزرعه‌دار و دامدار دور هم جمع شدن و دارن کار میکنن. وقتی که اون حادثه اتفاق میفته مکر رازل که یک مزرعه‌دار بود گزارش رو به نیروی هوایی آمریکا ارسال میکنه و به محض ارسال این گزارش دولت آمریکا از فضاش دست به کار میشه و کلاً نوع خبر رو عوض میکنه و به جای اینکه بگین یه شیء نورانی شبیه سفینه فضایی ها که به زمین برخورد کرده یه بالون بوده و اصلا سفینه فضایی در کار نبوده. بعد این حادثه یه افسر اطلاعاتی از سوی دولت آمریکا مسئول بازجویی و پیگیری این پرونده شد. اون توی یکی از مصاحبه هایی که با یکی از خبرنگارا داشته اینطوری گفته که من پس از 30 سال تحقیق کاملا متقاعد شدم که آمریکا یک بشقاب پرنده ثابت شده و چند جسد از آدم فضایی‌ها در نیومکزیکو به دست آورده. توی ادامه اون مصاحبه گفته که ما یه تیکه فلزی داشتیم، حداقل ظاهر فلزی داشت، قابلیت ارتجاعی نداشت ولی اندازه فویل سیگار نازک بود. وقتی که اون تیکه فلز رو روی زمین گذاشتم تا بهش ضربه بزنم خود مثل فنر بازگشت. میگه که جنسش یه طوری بود که نه میشد روی اون چیزی نوشت نه میشد اون رو خم کرد. خب بچه‌ها وقتی که اول مصاحبه دقت کنیم میبینیم که اون افسر اطلاعاتیه به ما گفته بود دولت آمریکا یک بشقاب پرنده ثابت شده و چند تا جسد از اونجا بیرون آورده بود از اون محل حادثه. در حقیقت دولت آمریکا 4 تا جسد از اون حادثه بیرون آورده بود. 3 تاش حین حادثه مرده بودن، یکیشون برای 3 سال زنده موند. توی اون 3 سال دولت آمریکا دمار از روزگارش در آورده بود. انواع آزمایش و کاربرد شکافی ها روش انجام داده بود. وقتی که اون آدم فضایی مرد دولت آمریکا به افسر اطلاعاتی دیگه که از سازمان سیا بود زنگ زد. اسم اون افسر آقای گلن دنیس بود. گلن دنیس مسئول کشف و دفن سازمان سیا بود.
قبل این حادثه، یعنی قبل این که اون موجود بمیره، به این آقای گلندنیس زنگ زده بودن که ازش آمار کیسه های بدون منفعت رو بگیرن. کیسه های بدون منفعت و جسدهایی بود که کوچکتر از انسان بودن. آقای گلندنیس اون شبی که اون موجود مرده بود، اتفاقای غیر مربوط به بیمارستانی رفته بود که جسد اون موجود فضایی اونجا بود. وقتی آقای گلندنیس به در پشتی بیمارستان رسید، 2 آمبولانس نظامی دید که دراشون بازه و یه پرستار کنارشون بود. آقای گلندنیس وقتی که نزدیکتر شد، افسر نظامی اون محل ازش عصبانی شد و بهش گفت که هر چه زودتر این محل رو ترک کن. آقای گلندنیس فرداش اومد و از اون پرستاری که کنار آمبولانس ها وایساده بود سوال پرسید که وقایع اون شب مربوط به چی بودن. پرستار گفت که از من خواسته بودن که دستیار پزشک در تشریح یک موجود عجیب باشم که مرده بود. این آخرین ملاقات بین اون بود و بعدش اون پرستار به انگلیس انتقال داده شد و دیگه هیچ وقت ازش خبری پیدا نشد. کلاً کار سازمان سیا بچه‌ها اینه، هر چیزی که مربوط باشه به آدم فضایی‌ها و اون رو فاش کنن، فوراً خود اون فرد فاش کننده رو غیب میکنن. حالا یا زنده نگهش میدارن، میبرنش زیر زمین‌های مخفیشون، یا کلاً لیست رو نابودش میکنن، به طوری که حتی یه DNA و اثر انگشت یا کلاً یه نشونی از اون طرف وجود نداشته باشه. خب بچه‌ها، میرسیم به قسمتی که بشقاب پرنده‌ها در ایران هم مشاهده شدن. ولی قبلش برای حمایت از من و ویدیوهای من اون لایکی که زیر ویدیو هست رو بکوبید. و اما میرسیم به بشقاب پرنده‌هایی که توی ایران هم دیده شدن. اولیش 29 شهریور ماه سال 1355 در تهران بود که بعد گزارشاتی که مردم داده بودن، خلبانان عزیزخانی و جعفری از پایگاه هوایی همدان دنبالش افتاده بودن و تا مرزهای شرقی، یعنی طرفای مشهد و بجنورد و بیژند و اینا دنبالش بودن. دومین مورد اردیبهشت سال 93 در ارومیه ساعت 10 شب بود که مردم گزارش دادن و پس از پشت‌وگذار پلیس محلی و مردم چیزی یافت نشد. توی همه گزارش‌ها یه شی نورانی و تقریبا سبز آبیدن بود که با سرعت خیلی زیاد یا سقوط کرده یا رد شده. سومین مورد تو آبان سال 94 بود که مردم اردبیل عکس‌هایی از بشقاب پرنده منتشر کرده بودن، ولی استانداری اردبیل به مردم اعلام کرده بود که اون تصویرسازی هستن و واقعی نیستن. خب هم که صادق و زود باور. چهارمین مورد سال 87 تو شهرستان پایه بود که مردم شی نورانی دیدن و شایعه به حدی داغ شده بود که بعد از مردم قصد ترک خونه‌هاشون داشتن که مدیر انجمن نجوم اهواز اعلام کرده بود که آن شی احتمالا موشکی بوده که داشت سوختش رو تخلیه میکرد و بازم به مردم دروغ گفتن و پنهانکاری کردن. خب بچه‌ها، این اولین ارائه من و اولین حضور من جلوی دوربین بود. فکر کنم تا الان فهمیده باشیم که چقدر سطح ارائه و سطح متن ضعیف بود، ولی با حمایت‌های شما و لایک و سابسکرایب شما من همیشه توی هر ویدیو یکی از مشکلاتمو جبران میکنم و اگه تا ویدیوی 100 این کار ادامه داشته باشه، من 100% پیشرفت کردم، اونم جلوی چشم خودم. پس لطفاً از من تازه کار حمایت کنید تا ویدیوی خفن و توپی رو براتون بسازم. تا ویدیوی